برادر چی گفت؟ دنبال یک مرد همین طرف گریخ ندیدی؟ نه کسی رو ندیدم. اون بناموز با عروسی من گل دادنی بود. مالش خیر. خدایا توبه. اینجا برا هی تلخم رو کفوندی که هست؟ کن. باز چی ایله کردی؟ با خدا برادر هیچ کار نکردم. فاتحه شده دختر بوده است. چی؟ ها با دختر گل دادم. فاتحه شدهش برآمد. مرا سور کرد. قسم میخورم که با دختر خوب راه گرفتیم. یگان مشکلی نیست. گل رو گرفته با نزدش رفتم. با انگشتش نگریستم انگشتری نبود. با خدا قسم که انگشتری نبود. خاموش. ای برادر نمیدونستم مدام که فاتحه شده است. میمره انگشترین چه باندوزه. دمتاگیر گویا من نمیدونم که تو با انگشترین وای دختر یا که با دیگر جایش نظر کردی ها؟ با انگشترین نظر کردم میگوید خواهرم رو با تو امانت کردم. تو رفته از پشت فاتح شده دیگران میگردی. تو چه خیل آدم هستی؟ ای توبه کردم خدایا چه خیل گشتم. تو چی میگویی برادر؟ اگر میدونستم که عروسی او است با او گل تقدیم میکردم. شوکت با من سفسطه نگو مالش. سفسطه نگو برادر. گوش کن شوکت. اگر آن سمیر رو در نزد خواهرم بینم او رو زیر زمین میکنم. تو را باشد از گوشهایت کشال میکنم. دانسته باش. برادر تو در این باره خواطر نشو. این کار با عهده من است. با نزد سمیر رفته گفتم با بیتول نزدیک نشو. او باشد ترسید گفت میل. ای ابله ترساند از گویا. من مگر تو رو نمیدانم. ای گوش کن. تو برگشتی رفته بودی گفتی میرم مگر نرفتی؟ نرفتم. این حال رفتن نمیتوانم. ای برادری عزیزی من. ایستایی. من کارت ندارم. پولی نقدی هم میشود کشم. با آدمان قفا پول بیده. از آنها کارت گرفته زیر کن. باید کارت باشه. بله. مالش. کارت دارید؟ ندارید. شما چی؟ شما ندارید. یگون کس کارتی زیادتی ندارد. من پولش رو میدهم. انا پولی نقد دارم. ایستا نده. مالش همتون به کارت سوار شدید ها؟ اکه شفیار هیچ کس کارت ندارد. اوه تشکر زیاد. تشکر زیاد. بازم انا با آنجا گذار. اینجا. تشکر مینادار. مرا تشکر نگو. دختری در قفا بوده رو بگو. رفتن نتوانستم. اون نالجیان سقراط رو کشته است. با خدا راست میگویی؟ سقراط رو امشب میکشته است. حتی کشتن با او بس نبود از نشانه از او نمیگذاشته است. چه فهمیدی رفتن معنی ندارد. سقراط بسیار خطرناک است. باید در اینجا مانده دوستانم رو محافظت کنم. برادر اگر من نمی بودم همه این حادثه ها پیش نمی آمدن. اگر کلتکلس نمی بودم همه اینها به سرم نمی آمدن. خیر. جنابی سمی فرایید اکنون اخیر. در کجایی که شما فراید من هم میفرایم. نفهمیدم. اوی خانوم این احمق شما رو ناراحت کرده ایستاده است. با شما چی جناب نفهمیدم. چرا دخالت میکنی؟ کی خیلی گپ زده ایستاده ای؟ با تو میگویم چی؟ کودک تو از حد گذرانده ایستاده ای. حاضر تو رو زیر پا میکنم. زیر پا میکنم گفته در رد زنها. با مزدوری نکن. دستت رو فرار مرا نترسان. تو گپ رو با خوبی نفهمیدی. التماس جنجال نکنید. سمی التماس جنجال نکنید. خواهش میکنم از برای خدا جنجال نکنید. ای سگ بچه رو بین حالا هم دست دروز کرده ایستاده است. بین خانم بتون او در حق شما دو کنم. اگر شما نمی بودید من دهانو بینی او رو میشکستم. آخه این خیل شدنش انی بود. شما چرا با آن آدم مناقشه کردید جنابی سمی؟ چرا؟ دائم با من همین خیل آدم روبرو میشوند. همش مانند اکتون زوری میکنن. درباره اکم این خیل گپ نزنید. التماس درباره او این خیل گپ نزنید. او مرا محافظت کرده برای من خواطر می شود و با شما گپ زدنم را نمیخواد. اما من حالا باشم با شما گپ بزنم. التماس از من دور شوید. خانم بتول من خطا فهمیدید. خانم بتول ای زبانی مرا ملکه زنبورها گزد.
من باید کی بودن دامل و زیا را فهمم نباشه دختر از من نمیشه بخشش زیاد من مسئله رو نفهمیدم. مگر تو حالا برای اونان رو سقراط نکشد جان خودت رو به خطر گذاشتن میخوایی؟ همین خیر؟ تو نمیفهمی شوکت. سقراط حالا از قفای اونال است. بعد نوبت من میشود. خطرناک است. همون حال طفلش رو از دست داد قصد گرفتن میخواهد. البته که او رو میفهمم. آخر دشمنی اشدی هم باشد. اونال یزنه زهرا میباشد. او را در این حال به دست سقراط دادن نمیتوانم. کارها جغیل ایگو برادر؟ مهمان جای است را گیرید؟ بله سردار، مانند خواسته شما خبر رو انتظار است. امر کنید میپراند. اونال امشب میمیرد. سردارم اکنون آرام شوید. تمام اجدا رو دستگیر کردید آخر. در کجا دستگیر کردیم ها؟ آدم رو از دست داده. آخر سردارم او رو پراندید، او رو زخمی کردید. اجدر این ولید شد. آنها اکنون کی بودن شما را فهمیدن رفیق سردارم. لوین بسیار سفسده نگو. اگر مکانی کلتکلس رو بدانی گپ زن، اگر ندانی خاموش است. نمیدونم اما به سرم یک فکر آمد. کلتکلس هنگام گریختن از ترس دومش رو میپرتوید. ما قدم به قدم از پس دومش رفتم او رو پیدا میکنیم رفیق سردارم. لوین دخترها کنی گپ زنید؟ هیچ گپ نمیزنید؟ دیگر وقت باشد وقت گپ میزنید؟ چی گپ زنیم بابا جان؟ اینن هر کارها چخیلند؟ خوب است. در خرید لایه ها اشتراک میکنید؟ بله. نه. یک دقیقه. بله یا که نه؟ айни ҳол аз сабабе ки корҳоямон бисёр аст иштирок карда наметавонем. духтарам ту хуб ҳастӣ? имрӯз чӣ хеле ки бисёр асабӣ менамоӣ? чӣ шуд? не бобоҷон бисёр хуб ҳастам. дар давоми рӯз баъзе чизҳо асабамро вайрон карданд. духтари зебоям гӯш кун ва ту як тавсия дорам. ту хубаш оиладор бишав. бин зӯро чӣ хел оиладор шуд. тифлдор ҳам мешавад. ҳамин хел не? ана акнун вақти ту ҳам омадааст. аллаҳ мегӯм бача. ҳа ҳамин хел гӯем албатта. қисмат аст. яъне мошоалло имрӯз аз суҳбат бо шумо ҳеҷ сер нашудам. пас набошад ман хоб равам. шабҳои хуш. шаби хуш бобо ҷон. духтарҷонам барои даъвати хӯроки имрӯз замонро қабул карданат ба ту бисёр сипосгузорам. намеарзад бобоҷон. дар асл ман ба шумо сипосгузорам барои даъвататон. зӯҳро ба дугонат ҳуҷраи дар боло бударо тайёр бикун. имшаб меҳмони мо шавад. ҳеҷ чиз лозим нест. ман охир ба хона меравам. не дар ин соат туро ба ягонҷо намегузорам. бобо ҷон ташвиш накашед ман ҳал мекунам. майлаш набошад. шаби хуш. шаби хуш. шаби хуш. шаби хуш. туро хоб гирифт? не ҷонам дар ин соат чӣ хел хоб? маълум. бахшиш ки нороҳат кардам зурун. яъне танҳо бобои акрам хост гуфта омадам барои ту не. инро бидон. медонам ҷонам. аммо бисёр чизро намедонӣ. инро ҳам бидон. аҷабо ман чиро намедонистам? барои дӯстдоштаи туро дастгир кардан полис ба по хистааст. леве гуфт. калтакиласро? бале. аниқ дастгираш мекарданд. чӣ хел? ба худо ки ҳамин хел масъалаи муҳим будааст. чиҳо мегӯӣ? аз ман гуфтан аст. яъне баъд ки фаҳмидӣ талхакаф нашавӣ. оқибати ӯ ҳамин аст. раҳмат. намеарзад зӯро. чӣ хеле набошад дугонаи кӯҳнаам ҳастӣ.
магар ба ӯ зан мезанӣ? гап надорам, дар ҳақиқат гап надорам. гап надорам. ҷавоб намедиҳад. аниқ дар намоз аст. дар намоз? калтакилас намоз мехонад? бале, мехонад. мумкин нест магар ӯ тӯба карда истодааст. то ин дараҷа беимон нест ку? شام بخیر. شام بخیر. جانم بسیار خواطر شدم. در این ساعت کوچه ها چنان خطرناکند که اگر زیاد دیر کند در حال خواطر می شوم. قریب بود که به جستجویت می رفتم. آخر زهرا از برای خدا و سرت این خیل فکرها رو نهار. آرام باش. با مسجد می روم. کالتاکیلاس لطفاً با احتیاط باش. یزنه اون نلم ولی وین هر دم می توانند تو رو دستگیر کنند. چیزی نمی شود. اهمیت نده. زهرا من هم اکنون از خانه تنها برآمدن رو نمی خواهم. سبب؟ التماس من چیزی گویم همین رو بکن. سقراط گفتنی آدم هیچ شوخی نمی کنه. مایلش. مایلش؟ لطفاً تو هم با احتیاط باش کالتاکیلاس. با تو یگان چیز می شود گفته بسیار خواطرم. وای در حقیقت برای با تو مهم بودنی من یا که چون دستگیر شوم کارهایم ویران می شوند برای همین گفته ایستادم. در نتیجه برای من بسیار خوبی ها کردی. می ترسم به سرت یگان بلا نآید. خیلی کسی الان گفت در حقیقت عاشق است. اگر عاشق باشه چرا پنهان میکنه؟ سببش همین است. نمیدونم کالتاکیلاس، سرم بسیار آمیخته است. حتی درست فکر کردن نمیتوانم. خوب مایلش من میروم تا بازدید. مایلش لبن لطفاً با احتیاط باش. مایلش